جان نثار قدوم فیضبخشتان بود، ای وطندار و وطن پرور، ای یکتاز منبر سخن و پاسدارنده نام و پیکار بزرگان، ای برآرنده آرمان‌های نجیب غریبان کوی فراق و مادرانی با فضای صلح امانی ابداً مشتاق. بنده امید چارشنبهزاده، سرور مؤسسه تحسیلاتی عمومی اساسی رقم 33 ناحیه اشکاشم، یک نفری هستم که سالهای جنگ شهروندی و آغاز استقلال را خوب در خاطر دارم و گذشته آن روزگار را به امروز خوب قیاس کردن میتوانم و امروز اگرچه سنم اندکی از 40 بالا دکه خورده باشد هم در فضای صلح و وحدت و استقلالیت و آرامی کشور خود را جوان می حسابم و به نمایندگی از نام جوانان ناحیه اشکاشم با یک جهان اخلاص و صمیمیت شما پیشوای معظم را به دروازه طلایی تاجیکستان، یعنی کهندیار بدخشان زمین خوش آمدید، نور دیده تاج سر میگویم. خداوندی متعال میگردد که چگونه تاجیکستان عزیز را که نو استقلال به دست آورد و یک طفل نوزاد را میماند، دشمنان جنگ شهروندی را بالای آن تعمیل کردند و خداوند با وسیله تلاش‌های شما تاجیکستان محبوب ما را از یک کشور جنگ زده به یک کشور امن و آسایش مبدل گرداند. براستی اظهار شکرگزاری در سینه‌ام جوش می‌زند. اگرچه شاعر نیستم، هوس میکنم شاعرانه سخن گویم و دعوای شاعری هم ندارم، لیکن از این فضای صلح و وحدت و استقلال الهام گرفته واقعیت را مینگارم. بر کوهسار الفتی از دان رسیده است، بر کوهسار الفتی از دان رسیده است، صایب دل چو مهر درخشان رسیده است. باری فرو شناندن طوفان جنگ و کین، چون رستمی مبارزی میدان رسیده است. ما انتظار ساحت اقبال خود بودیم، ما انتظار ساحت اقبال خود بودیم، این ساحتی سعادتی دوران رسیده است. این شای با نظام و میزان عدل و داد، این شای با نظام و میزان عدل و داد، با تاج و فر و مسند سامان رسیده است. مرغ عما به تار سرم پرفشان شده، مرغ عما به تار سرم پرفشان شده، چون پشتبان جمله غریبان رسیده است. دل ریش ما ز آن عراق و کرد و شام، دل ریش ما ز آن عراق و کرد و شام، جور و ستم به جان مسلمان رسیده است. شادم از آن که ملک من امین ز فتنه است، شادم از آن که ملک من امین ز فتنه است، صلح و صفا ز مقدم رحمان رسیده است.
پژوهای معظم، جناب عالی، ما جوانان اشکاشیم آینده وطن را خیلی درخشان می‌بینیم. ساختمان راه‌های آهن و ماشین‌گرد، ساختمان خطهای بلند شدت انتقال برق میان کشورهای هم‌مرز، ساختمان بیمارستان و کودکستان‌ها، لیسه و تعلیمگاه‌ها، نقب و کبرگ‌ها، گذشته از این روی کار آمدن کارخانه‌های جدید استحصالی و توجه پیوسته شما به ضرردیدگان حوادث روزگار، این نشان گلگل شکوفی تاجیکستان عزیز و موج زدن نسیم استقلالیت در فضای کشور می باشد. غلغله بر اوج دارد موج استقلال ما، غلغله بر اوج دارد موج استقلال ما، گلبسر از فیض وحدت شاخه اقبال ما. جناب عالی، برای ما خوشبختی از این بهتر وجود داشتن نمیتواند که صاحب وطنیم. در یک فضای خالی از جنگ و خصومت عمر بسر میبریم. چنانکه شما تاکید کردید، در حالی که در نزدیکترین همسایه ما افغانستان 35 سال این جانب آتش جنگ علنگه میزند. یک سخن شما که هنوز 20 سال پیشتر طریق برنامه خاک وطن ابراز داشته بودید، همه وقت در گوش من نرم صدا می‌آید. با وطن خود برگردید، با وطن خود برگردید. من به شما کوه طلا وعده نمی‌کنم، ولی یک پارچه نانی را که داریم با هم ببینیم، یک جا می‌خوریم. ما شاهد گشتیم استراتژیای رشد اشکاشیم پیاده گشته ایستاده است. ما جوانان اشکاشیم، ما مردم اشکاشیم به شما وعده می‌دهیم که با تمام هستی سهم خود را در انکشاف این سرزمین دوردست کوهستان می‌گذاریم. ما به دستگیری پیوسته شما از جوانان امید می‌بندیم، زیرا سیاست پیشوای ملت این سیاست دولتی جوانان است. جناب عالی، ما شما را باور می‌کنیم که همه وقت راه را از چاه فرق می‌کنیم و چنانکه که امروز شما تاکید کردید که خوشبختانه قریب 1 نفر اشکاشمی در بین گروه‌های افراطگر نیست، این سر بلند ماست و ما هیچگاه این ناموس را انشاءالله از دست نمیدیم. باعث افتخار ماست که امروز یک از روزهای فرخنده، روزهای آرمانی ملت تاجیک، روز وحدت ملی در ناحیه ما با اشتراک پیشوای ملت اساسگزاری سلح و وحدت ملی دایر گشته ایستاده است. من همچون یک شهروند این کشور محبوب جناب عالی شما را و در سیمای شما، در شخصیت شما، تمام هموطنانم را با این روز فرخنده تبریک، مبارکباد و شادباشی می‌گویم. من اصلا میگویم مثلا مردم ناحیه اشکاشیم همون شب و روزانه از روزی اول از 316 استاد کردن کلی مردمی کلی اشاره میکنم مردم ناحیه اشکاشیم از سیاستی پیشگرفته رهبر دولت جوان دستگیری کردن. شما اینجا ابراز دادید معلم محترم که شما سنی 14 چیل رفتید
خیلی جوان هستیم. این کمالات جوانمرد است. 40 سالگی. اکنون من 40 ساله بودم، راهبر دولت تغییر نصیب بود است، انتخاب کردن وکیلان مردمی. و شما گفتید که من شاعر نیستم. حالا شما سخن کردید، من الهام گرفتم. بعض از کلمه‌های زبان ادبی تاجیکی شما اشاره کردید که من بار اول شنیدم. همچون راهبر. شما بر حق شاهد هستید. نه هر یک شاعری که امروز اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان قریب از 2000 گذشته است، چنین سخنران است. چنین سخنگو است. شما میتوانید اجازه کنید. وزیر معارف این نکرد. این باید بر وزارت تربیه کن با دیگر جواب کنید. نه لیکتور در کار، نه اکادمیک در کار، نه ژورنالیست در کار، نه برنده در کار. اهل جادری که حضور داشته باشند هستن. من میبینم چی قدر کیفیت می‌داره وقتی که شخص آزادانه اندیشه می‌کند. بی‌نهایت بسیار چیزی که حالی باید کردن هم در نظم هم در نظر کمی آدمی عقل داشته باشد، خودش این یک مرتبه یک اثری بزرگ است. اصلا در اهمی رویه شاگردان را تربیه کن.